گاهی رسیدن سهم کسانی است که نمی‌دوند و دویدن سهم کسانی است که نمی‌رسند و تمام اینها در انرژی و ارتعاش خلاصه می‌شود. این سخن مرموز و کمتر شنیده شده تسلاست، اما چه رازی در این گفته نهفته است. بدون شک همه ما در زندگی خودمون افرادی رو دیدیم که با وجود کلی تلاش، سخت‌کوشی و پشتکار اما به اهدافشون نرسیدن، و از طرفی افرادی که کار و تلاش زیادی نکردن اما نه تنها به اهدافشون رسیدن بلکه در فراوانی هم زندگی میکنن. و حتما برامون سوال شده که چرا این دنیا اینجوریه؟ چرا اونی که صبح تا شب زحمت میکشه و به سختی کار میکنه بازم سر جای اولشه، و اونی که نه آنچنان کار میکنه و نه زحمت میکشه هر روز بیشتر از قبل پیشرفت میکنه؟ در جهان ما قانونی وجود داره به نام قانون علت و معلول. این قانون میگه در جهان ما هیچ چیزی بی دلیل اتفاق نمیفته. این قانون همچنین میگه هر کنش شما یک واکنش در پی خواهد داشت. طبق این قانون اگر شخصی که کلی زحمت میکشه و تلاش میکنه به جایی نمیرسه و اون شخصی که بدون تلاش و زحمت زیاد به اهدافش میرسه حتما دلیلی داره. اما دلیل چیه؟ دلیلش برمیگرده به جایی به نام درون. شاید خیلی این نام رو شنیده باشین یا شنیده باشین که میگن باید به درون برید، باید به درون خودتون برید. اما چجوری؟ این درون کجاست اصلا؟ اگر شما خواهان رفتن به درونتون هستید باید کاملا خنثی باشین، یعنی نه مثبت باشین و نه منفی. درونی که ازش صحبت میشه در اصل همون ضمیر ناخودآگاه ماست. درون ما قابلیت برنامه پذیری داره و به برنامه هایی که بهش داده میشه عمل میکنه و اونها رو تبدیل به واقعیت میکنه. اصلی ترین زمانی که درون ما برنامه میپذیره در زمان کودکی هست. درون ما خنثی‌ست و به همین دلیل هم برای رفتن به درون باید خنثی باشیم. درون ما بین مثبت و منفی تفاوتی نمیذاره و هر برنامه‌ای که بهش داده بشه رو میپذیره و اون برنامه رو تبدیل به واقعیت زندگی ما میکنه. برای همینه که فروید میگه زندگی همون 5 سال اول کودکی است و بقیه آن نشخوار زندگی است. انسان تا سن 7 سالگی تمام برنامه هایی که باید رو میپذیره. حالا اگه یه انسان در یک خانواده نسبتاً فقیر به دنیا بیاد و نسبت به ثروت و رفاه باور منفی داشته باشه، مهم نیست چقدر در دنیای بیرون زحمت میکشه، در درونش باور مثبت نداره و همین باعث میشه در زندگیش نتونه ثروت و رفاه رو تجربه کنه. حالا اگه یه انسان در یک خانواده ثروتمند به دنیا بیاد و در اون خانواده باورهای مثبت نسبت به ثروت و رفاه وجود داشته باشه، نیازی نیست اون شخص حتی زیاد توی زندگیش زحمت بکشه و تلاش کنه، چرا که ضمیر ناخودآگاهش باور مثبت نسبت به ثروت و رفاه داره و برای همین ثروت و رفاه به راحتی وارد زندگیش میشه. چیزی که درکش مهمه اینه که باورهای موجود در ضمیر ناخودآگاه ما ارتعاش و فرکانس دارن و در اصل همون باورهای ما میشن طرز نگاه ما به جهان هستی و جهان اثبات باورهاست. برای ضمیر ناخودآگاهتون فرقی نمیکنه شما چه باوری دارید. ضمیر ناخودآگاه تلاش میکنه اون باورها رو تبدیل به واقعیت کنه و از اونجایی که در ارتباط مستقیم با کائنات هست به راحتی
اون باورها تبدیل میشن به واقعیت زندگیتون. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چجوری میشه وارد ضمیر ناخودآگاه شد و باورها رو و مخصوصاً باورهای منفی رو تغییر داد. برای ورود به ضمیر ناخودآگاه باید موج مغزیمون رو وارد حالت آلفا کنیم. برای ورود به حالت آلفا 4 روش داریم. روش اول هیپنوتیزم، روش دوم خود هیپنوتیزم، روش سوم سابلیمینال یعنی پیام‌های پنهان، روش چهارم تجسم خلاق. چیزی که در هر 4 روش مهمه اینه که باید تکرار و تکرار بشه تا باورهای ضمیر ناخودآگاه تغییر کنن. اگر به این سبک ویدیو علاقه دارید حتما چنل بهزاد نوترون رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. دوستدار شما، بهزاد.